آقای قاضی شما چی میگید؟ دیگه خسته شدم، دیگه به جونم به اینجا رسیده. این زندگیه که خدا رو خدا قاضی، این زندگیه که من دارم. اون از شوهر بی‌ارزم، اون از رفتارهای چندشاورش، دیگه به خونم به جوش رسیده. راست میگفت بابا مادرم، پدر مادرم راست میگفت. نه بابا این مردی که یه الدن که ازدواج میکردن چی بگم آقای قاضی. من علیک بر آقای قاضی بیت المال. چطور آقای قاضی؟ قربونتم برم عزیزم. آخ ببخشید آقای قاضی، شرمنده، ببخشید. چه؟ ای آقای قاضی، آخه آقای قاضی این حرفه زنی که دیدی چی گفت؟ دیدی در واقع چی میگفت؟ من کاری نکردم، من مساج خوبی نکردم. میفهم دیگه خونم به جوش رسیده، دیگه نمیدونم چیکار کنم. از صبح تا شب بسا بشور بسا، دیگه مردم آقای قاضی. تو رو به خدا دیگه من زندگی رو نمیخوام، دیگه خونم به جوشم رسیده، نمیخوام این زندگی رو. صبح تو شب دارم کار بکنم، هی باید ظرف بشورم، هی غذا درست کنم. نه احساسی نه رمانتیکی میفهمه، نه زشت میفهمه، هیچی نمیفهمه آقای قاضی. ای بشه دست که نمک نداره، به خدا قاضی دیگه خسته شدم آقا قاضی، حوصله هیچ نه، به خدا دیگه خونم از جیش رسید. ببخش شرمنده آقای قاضی، شرمنده، ببخش ببخشید. ما نه آخه آقای قاضی، نه خلاصه عرضم حضورت، خلاصه نه ما با خود برای بچه های لوتی مرام گشتیم، گفتیم ما هم بریم تو لوتی. همه مردم، همه خانم‌ها ازدواج میکنن، شوهر دارن، ما هم شوهر داریم. شوهر نیست که ماشاءالله یه پای اسرائیله، فقط بلد قرقر بکنه و اعصاب منو خرد کنه. دیگه نمیخوام ریختشو ببینم، به خدا. آره والا دوست دارم من طلاقشو بدم، مهرم آزاد جونم آزاد، مهرم حلال جونم آزاد. ببخشید آیا شرمنده، خیلی پولش میکنم، خیلی ببخشید. آقای قاضی به خدا ندارم، به پیر به پیغمبر ندارم، این زنی که چی استغفرالله چی بهش بگیم به خدا، باید این خانم گرامی با رفیق عجوزش چیز خورش کرده. رفیقش گفته نه ماشینه سانتافله ساناتاه، چه کوفتی داره، سباهو زنی که میره بیرون عقده دلش رو شیرخور، این عقده دلا براش میکنه، میگه شوهر من برام ساناته خریده. چیه؟ سانتافه ساناتاه، این ماشینه چیز میزن. نه داشت والا به خدا مجردی خیلی بهتره. آدم اگه ازدواج نکنه خیلی بهتره، اصلا تا ابد مجرد بمونه. والا چرا ما که ازدواج کردیم چی شد؟ چی گیر اومد؟ شوهر ما رسم قدیمی ها میگن شوهر بالش به سر شوهر. آره جون خودشون، شوهر بالش به سره. کدوم شوهری که بالش به سر آدمه؟ کدوم شوهری که واسه آدم کار بکنه؟ کدوم شوهری که واسه هزاران دخترها میبینی ماشاءالله اصلا تا با انگشت طلا میباره برای خودشو، یه طلا هم برای من نخریده، نه مهری نه پولی نه لباسی. این لباسی که من دارم، این لباسی تو رو خدا قاضی یکی دارد بر آزندگیش، دیگری ندارد از این رخصت روزگار بی مروتی. به خدا نداریم آقازی، به خدا وکیله نداریم. اگر نمیتونم کدوم مردی دیده آخه قاضی، کدوم مردی دلش نمیخواد واسه زنش
بهترین زندگی رو بسازه؟ کدوم مرد دیدی که دلش نمیخواد زنشو خوشحال کنه؟ به خدا ندارم. این داره گف دست نگاه کن، خالی. شما کف دست نیست، رخصت نگاه کن، سفیده، مو نداره، بچند یه نخ مو هم توش پیدا نکنی. اما هم که نداری. نه مهری، نه پولی، نه لباسی. این لباسی که من دارم، این لباسی تو رو خدا آقای قاضی، به خدا دیگه خسته شدم، دیگه نمیتونم، دیگه جونم به اینجا رسیده. نمیخوام ریختشو ببینم، والا میخوام طلاقش بدم. دلت خوش آقای قاضی، دلت خوشه. دل به چی خوشه؟ دل به یه آدم؟ اصلا نمیخوام ریختشو ببینم. به خدا دیگه مردم، فقط میخوام طلاقش بدم. کنار بیام. کنار چی بیام آقا قاضی؟ 3 ساله باش دارم زندگی میکنم. حالا خوبه که بچه دار نشدم، خوبه که از بچه نیوردم. آره بابا، بچه بیارم چی؟ بچه بیارم هند جیگر خورم بشه هند جیگر خور ریختگی این آدم بشه. نمیخوام آقا قاضی، به خدا. اما هم که نداری. تو وضعیت زندگی رو ببین. اگر یه کسی میبینی خونه خوب داره، تو که میدونستی من اینجوریم، من ندارم، منی که 8م گروه 9، که هرچی کار میکنیم که به خدا آسه خودمونه. اگر مثلا یه پاپاسیل علقم میخوریم، به خدا اگر مشروب هم اگر داریم قاضی میخوریم، در این دل میدونه که چیه. مردا به خدا فریاد نمیزنن، مردا ناراحتن به والله هیچ وقت فریاد داد هوار نمیکنه واسه هیچ زنی، واسه خانمش نمیکنه. اگر نداره بدون توی بیرون چه خبره. آی قاضی خودت دیگه زندگی رو میدونی. یه از کجاشو بگم؟ یه از کجای زندگی رو بخوام بگم؟ از کجای درد دلمو بگم؟ ندارم خدا. یکی میبینید داره سر تا پاش طلا میکنن، یکی نداره مونده چه کار کنه، چی داشته باشه چی نداشته باشه. دیگه خستم آقای قاضی. به خدا ما هم دل داریم، ما هم آرزو داریم. شدم به جونم نمیرسه. ولم کن آقای قاضی، ببخشید دیگه نمیدونه، اعصاب نداره. ببخشید آقای قاضی، دیگه نمیدونم. به خدا دون چی بگم آقای قاضی؟ چی دارم که بگم؟ فقط به جوانه امروزی میگم آقایون خانوما ازدواج نکنید تا کسی رو ندیدید و نپسندیدی الکی جواب برده کسی ندید. به خدا جوونیتون رو حرومی آدما نکنید. آره ببین مثل من نشید، بدبخت نشید. دیگه خسته شدم. به قول دوستان میگه ای دوست بر این عشق دل رقصن، بر این عشق خالصی که داری، بر عشق یارم نسوز ای جوانی که موی سیاهت به پای این عشق پوچ خالی. جوونیم را بر موی سیاهی که داشتم، اگر سفید شد روزگار بی مروت است. آره قاضی، زنها اگر بفهمن مردا عاشقشن
مردا دوستش دارن، اینو همیشه بدون. یه موی سیاه و نمیذارم سرت بمونه، سفیدت میکنم. همیشه میگن بذار دنیای روزگار موی تو را سفید کند، نه به پای عشقی که حسرتت عقد دلت کند تو را. پس روزگار تو سفیدم کن که اگر عاشق بشم عاشق روزگار دنیای خودم و خدایت باشم. چی رو بخوام بگم؟ ما هم حرف بزنیم. حالا شما میخواین باهاش صحبت کنید بکنید، ولی من نمیخوام ببینم. من میرم بیرون، شما باهاش صحبت کنید. من فعلا نمیخوام ریختشو ببینم. باش. ننین عشق آهن پرست و رفیقان روزگار شود. حالا شما ببازی هر چی دلت خواست بکن. اگر میخوای ما رو وارد زندون کن، بریم زندون بشیم. نصف عمرمون به دنیا گذشت، بذاری چند سوایی هم زندون روزگار رو بچشد. دوباره باهاش حرف بزنم. ما که دیگه حالی حرف زدن بادمون نداریم، تو خود دانی. این گوگ و این میدان، کاغذ و قیچیش دست خودته. ما که نداریم، آس و پاسیم. فقط به جوانه امروزه اینو میگم، تا میتوانید مجرد باش، نه بر سیرت زیبای زن باش. سیرت زیبای زن پر از شیطان خفرت هست از این روزگار. آره قربونش. یا علی ما رفتیم.